سلام به همه. به فکرم شما علاقه پای بردید که مهمانی نوبتی ما کی خواهد بود؟ بله، فوتبال باز. سیورا سعیدова بیش از 5 سال است که به این نمود ورزش مشغول است و موفق هم گشته است. سلام علیکم سیورا بانو. شما چه خیلی خوب هستید؟ می رویم سر یک پیاله چای با هم صحبت می شویم. سیورا بانو با شما تشکر که وقتی خود را دریغ نداشته به برنامه ما آمدید. تشکر زیاد. تشکر. خب این لحظه میخواهم از برنامه رو شروع کنیم. از همون لحظه اولی فعالیت ورزشی شما چی محض سبب گشت که شما با ورزش پیوستید؟ تشکر زیاد. چندین سال پیش من از خوردی وقتی که خورد بودم ورزش رو به نهایت دوست می داشتم و حالا چه گویم با خود یک مقصدی نگذاشته بودم که من چه با کدام نمودی ورزش می روم، ولی من زیاد با پسران فوتبال بازی می کردم چون که این شغل دوست داشتم بود، چون که در بیرون پسران بسیار با فوتبال مشغول می شوند. این یگانه ورزشی بود که من در جای خودمان مقصد می دیدم و بعدا به خانه می آمدم با پدرم بیشتر زیاد بازی می کردم و پدرم پیوسته مرا در دروازه می مون، گویا من دروازه بان هستم. بله ولی خودش با من در می زد، حمله ضربه می زد. بله. شما از همون اولی که به ورزش پیوستید شروع از کدام نمودی ورزش کردید؟ با فکر من که فوتبال نیست، درست؟ بله. این یک شغل دوست داشته‌تان بود، همچون کسب چی؟ بله، شغل دوست داشته من فوتبال بود. با پدرم بازی میکردم ولی پدرم میخواست که مرا به یگان نمودی ورزش گذارد تا اینکه من به ورزش مشغول شوم، چون که اون میدونست که من پیوسته به ورزش مشغول هستم. حیات عمری من بهوده تنها در کوچه ها در میدان های ورزش خودم نگذره، چون که میخواستم که البته من یک نمودی ورزش رو معین کنم که به خود یک مقصد و مرام و نامبردار کشور خیش باشم. و من پیش رو گرفتم با مادرم با محاربه های یونیورسالی. در آنجا من طول 8 سال تمرین نمودم. البته به نهایت به من پسند بود، من تمرین میکردم و یک سبب خورده شد که من اون وقت نمیدونستم که در تاجیکستان فوتبال زنانه هست. از این رو من با محاربه های یونیورسالی رفتم و بعداً فهمیدم که در تاجیکستان دسته زنانه فوتبال هست و من برگشتم باز به همین فوتبال که از خوردی به نهایت شوق و ذوق داشتم. و شما فهمیدید که در تاجیکستان ما زنها در همه نمود ورزش هستند، درست؟ بله. بعداً که من با تمرین مشغول شدم، با ورزش ها مشغول شدم، بعد فهمیدم که البته دختران بودند در همه نمود ورزش. هر یک شروع شوی پیوست شوی به یگان کار به یگان فعالیت البته که از اول آسان به دست نمیآید، درست؟ بله. شما در اول چقدر و چگونه مشکلی ها کشیدید؟ وقتی که بار اول به تمرین می رفتم چه گویم همون قدر ورزش رو هم دوست داری. ورزش این یک مشکلی به خود دارد که همون زینه رو یعنی گذشتی موفق میشدی. بله موفق میشده، ولی تا با اون زینه رو گذاشتن خیلی دشوار است و من بسیار وقتی نه به زل اومده تمرین میکردم خیلی است در خودم بازی میکنی، با خاص دل خودت بازی میکنی، مونده شدی میشینی دم میگیری. در تمرین این گونه نیست. هر مربی هر اون چیزی که میگوید اون رو میکنی، طاقت میکنی، بعد به یک موفقیت میرسی. چه گویم من وقتی به تمرین میرفتم یک مشکلی در من زیاد این چی بود، من خود را حمایت کردن نمیتونستم، چون که وقتی هر یک شخصی که نو به تمرین میرود از همه مشکل این همین آموختن حمایت کردن خود میباشد. ضربه زنی رو البته با گذشت زمان از تکرار کردن زیاد آموختم، چون که مشکل نبود، تنها خودم کار میکردم، آسان‌تر بود. ولی برای خود را حمایت کردن
تو چندین مراتب ضربه میخوری بعد میآموزی نماد ورزش رو. از همه دشوار فکر میکنم برای من این بود و مشکلی که من گفتم در ورزش بود زینه را گذاشتن این همین حالت بود که زیاد برای این حمایت خود را گرفتن زیاد چنده میخوری برای این کم مشکلی می شود که طاقت کنید تا همین چیز را گذارید. یعنی چاره‌جویی شما صبر کردن بود؟ بله تنها صبر. آفرین، یعنی که صبر کنی موفق میشوی. بله. خوب این لحظه میگذاریم با همون گزارش شما از همین محاربه یونیورسالی با فوتبال چگونه صورت گرفت؟ این وقت مربیمون زیبا خانم در رشته فوتبال با دختران در تیم ملی تاجیکستان فعالیت میکردم. بعد یک همسایه ما رو همونجا دیدن بعد همون همسایه ما با آنها گفت است که در جای ما یک دختر هست با پسرم بازی میکنن همین خیلی گپا. بعد با خونه همون چندین مرتبه آمدن ما رو نیافتن در خونه چون که من میرفتم با دانشگاه میرفتم درس خود رو میخوندم بعدا میرفتم تمرین میکردم بعد بگاه با خونه برمیگشتم و ما رو زیبا خانم با دانشگاه تربیت جسمانی آمد. یعنی ما رو در آنجا دید با ما صحبت کرد گفت که اول سوال داده او بود که من میخواهم فوتبال تمرین کردم یا اینکه نه. البته این هم از خواهش خودی آدم وابستگی دارد و من زیاد خرسند شدم و آنها با من گفتن کدام روز با کجا آیم برای تمرین. من راضی شدم آمدم. در آنجا دختران بودن تمرین میکردن، دخترها از من خرد بودن و در آنجا با پسران ما با پسران در آنجا هم تمرین میکردیم و بار اول مربیمون ما رو در آنجا دید گفت که تو دروازه‌بان خوب میشوی، از ضربه نمیترسی، حرکتی خوب داری و من با گفتی مربی خود راضی شدم و در آنجا یک هفته تمرین نمودم. بعد گفتن که تیم ملی تاجیکستان زنانه بانوان مسابقه هست در پیش چمپیونات هست و در آنجا آماده شدم. ما را در تیم ملی دعوت نمودن. این البته به نهایت برای من یک شانس خوب بود که خود را نشان دهم چون که اولین مرتبه شغل دوست داشته خود را یافتم آمدم و ما را در تیم ملی تاجیکستان حیثی دروازه‌بان اساسی گرفتن. البته به نهایت ندارم از استاد خود که او یک سبب شد که من برگشتم به همین فوتبال. همون آرزوی شما با پای خود به نزد شما. بله. اکنون شما احساس خود را گپ زنید که همچون یک ورزشگر خود را در همون مشق همون محاربه یونیورسالی که شما مشغول بودید در آنگونه نمود ورزش خود را چگونه حس میکردید و در فوتبال چگونه و فرقیتشان چی است؟ نمیدونم. با محاربه یونیورسالی هم میرفتم چنان خرسند بودم که با کرته خود نمیگنجیدم. با فوتبال هم اومدم این احساس هم با من بود. نمیدونم شاید از زیاد دوست داشتن ورزش باشد. هر دوی این ورزش ها را خیلی خوب دوست می‌دارم و هیچ وقت پشیمان نیستم که به ورزش آمدم و یگانه مقصد ما که در دل خود داشتم این برداشتن پرچم تاجیکستان بود. من در محاربه های یونیورسالی در مسابقه آسیا که در آنجا 6 دولت حضور داشت من توانستم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم و از نماد فوتبال باشد چندان مرتبه بیرون از جمهوری تاجیکستان دروازه‌بان بهترین صاحب شدم. البته این موفقیت برای تاجیکستان فکر میکنم که خوب است. بله درست. چون شما علاقه از مسابقه ها گپ زدید خب بیاید سر این مسئله صحبت کنیم. وقتی که با محاربه یونیورسالی شما مشغول بودید با مسابقه های داخل جمهوری زیادتر می رفتید یا بیرون از جمهوری و در فوتبال چی؟ در محاربه های یونیورسالی در همه مسابقه هایی که در تاجیکستان میشد من حضور میکردم چون که من تنها میتوانستم که در داخل جمهوری تاجیکستان شرکت ورزم در مسابقه آسیا فقط در داخل جمهوری تاجیکستان. فرقیت فوتبال از این همین است که در فوتبال من توانستم که در دیگر دولت ها هنر خود را نشان داده توانم. در اینجا تنها در داخل و فوتبال با ما شرایط فراهم میکرد که ما بیرون از جمهوری تاجیکستان در مسابقه ها شرکت ورزیم و هنر خود را نشان دهیم. البته فوتبال خیلی فرقیت کلان دارد از محاربه های یونیورسالی چون که در آنجا تنها خودت برآورد میکنی و
تاجیکستان اینجا باشد یک گروهی. دسته 18 نفر و تاجیکستان در پشت تو میستد که باید با همه آنها زبان یک کنی یک دیگر فهمی باشه در داخل میدان. همین گونه برآمدهای خود میکردیم. یک دسته باید همتون از یک گریبان سر برآورده بله. از نام تاجیکستان برآمد بله. کنید. درست میگوید. من این لحظه میخواهم اویدی همون موقع شما در گروهتان صحبت کنم. شما در کدام موقع بازی میکنید؟ من وقتی باری اول با فوتبال آمدم دروازه‌بان بودم تا سال 2022 در دروازه‌بانی تیم ملی تاجیکستان بودم و طول 2 سال می شود که من در میدان برآمده بازی کرده هستم همچون حمله‌گر و من سال گذشته یک بازیگر بهترین سال شدم و بهترین نشانزن شدم. البته به نهایت خرسند هستم که نه تنها یک دروازه رو قپیده چون که حاضر در فوتبال میگویند که همین دروازه‌بان هم به مثل فوتبال باز هم دست هم پاچه به نهایت خوب کار کند و ممکن موفقیت من بود که من با پای خوب کار میکردم که در میدان هم میتوانم خوب برآمد نمایم. شما به حیث دروازه‌بان بعدم به حیث نشانزن. بله. به حیث حمایتگر شما خود را یگان بار سنجیده بودید یا نه؟ بله. یعنی در همه نقش در همه موقع شما بودید؟ در همه موقع هستم چون که هر کجایی که مربی به ما میفهموند که در کجا بازی کنیم با کدام سیستم بازی کنیم همون نمود ما گفتی ترینر خود رو میگیریم همونجا بازی میکنیم. کدام موقع بیشتر به شما قلایتر است؟ من به نهایت دوست می‌دارم حمله‌گر بودن رو. نمیدونم از هر اون گلی که میزنم حلاوت میبرم. بله حلاوت میبرم و همه موقع البته بازی کردن خوب است ولی فکر میکنم اون شادی که بعد زدن گل به دست میاری چنین شادی رو در دیگر جای پول ممکن وای علاقه غالبیت است. بله. در همین فعالیت ورزشی شما اصلا لحظه های فراموش نشونده شما کدام باشند؟ خواه داخل خواه بیرون از آن؟ لحظه های فراموش نشونده این در قرقیزستان مسابقه کوبک نادژدا برگزار گردید. در آنجا حضور نمودیم. البته دختران به نهایت خوب بازی کردند. جایزه آرزوها باشه؟ بله. کوبک نادژدا مقام سوم رو گرفتیم در آنجا و من دروازه‌بانی بهترین شدم در بین این قدر کشور. البته حتی چی بگم انتظار نبودم که من از این قدر دولت‌ها دروازه‌بان خوب هستم مرا انتخاب میکنن ولی به نهایت خرسند شدم که من این جایزه رو گرفتم. حداقل برای تاجیکستان این جایزه رو آوردم. حاضر شما با من گویید که شماره عمومی همون مسابقه که شما اشتراک کرده اید در عموم تقریبا گفته میتوانید و همزمان لحظه های حساسی همون لحظه های حساسی فعالیت ورزشی اتانی یعنی جایهایی که شما از شادی زیاد اشک ریخته باشد یا اینکه بازی را باخته باشد و دل مانده شده باشد و اشک ریخته باشد. تشکر زیاد. سال 2018 در اندونزی مسابقه برگزار گردید. در آنجا تیم المپی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودیم با دو دسته به نهایت سخت که در آسیا موقع خوب دارن با آنها ما بازی را باختیم و ما شانس داشتیم که با یک دولت دیگر رو ببریم و راحت گیریم به جام آسیا که همانجا من چی گویم آسیب دیدم آسیب خیلی وزبین. البته این به نهایت یک لحظه های مشکل بود. حداقل میخوای که با همون بازی رفته با همان حالت رفته بازی کنید. بله البته میدونم با اون حالت بازی کردن نمیشود. حداقل میخوای که ببینید تیمتون دختران تیم چی گونه بازی میکنن. البته شاید این یک خوشحالی میشد که من اونها رو میدیدم ولی خیلی نمیدونم قسمت نبوده است که از اونجا با جراحت بله با جراحت برگشتم و حالا به نهایت خرسند هستم که با پای خستم. البته این یک موفقیت میباشد برای من و در آینده گمان دارم که همه خوب میشود. مسابقه ها البته هر سال هستند ما یگان نتیجه خوب رو به دست میبریم.
خب شما همون لحظه اشک ریختید؟ بله من همون شب تا سحر خواب نکردم، اشک ریختم. و در همین گونه لحظه ها چی به شما کمک میکند تا از همون حالت برآیید؟ نمیدونم، فکر میکردم، نمیدونم، شاید اما وقت مربی همون میگفت که از هر یک باخته که میشود برد خوبتر میشود. برای یعنی موفق شدن باید باختن رو آموختن در کن. فقط مربی همین گپ رو میگفت و در حقیقت این گپ ها کمک کرد برای که خود رو آرام نمایی. یعنی تنها مسئولیت های مربیتون شما رو آرام میکرد. لحظه های بودند که از شروع بازی احساس کرده باشید که همون رقیب شما، همون گروه دیگر که هست، از شما بهتر بازی کنند؟ شما هم خیلی احساس داشتید؟ این حالات ها میشود. هر اون در درون میدان بازی میکنی، همون حریفی که با تو بازی میکنه الکه تو گذاشت، این به خود بگه که این الکه از من با قوت بود است که من رو گذاشته است. البته برای این باز آماده شدن در حالی که تا آخر من باید با همین بازی کنم، با اون خاطر که باید من یک بازی خود را من فهمیدن لازم است که من میتوانم بازی کردن و تا با آخر مبارزه بردن است. تا با آخر مبارزه برده موفقیت خودش می آید. یعنی شما هنگامی همین بازی هم بازی کرده ایستادید و هم در کلا فکر میکنید که او خوبتر بازی کرده ایستاده است. بله. و شما همین حالات ها شما رو پریشان نمیسازد؟ نه، پریشان نمیسازد و در همون درون میدان هم میشود این حالات ها. میگویم حاضر از اینجا برآمدن با مربی گپ زدن لازم است که یک کسی را با این مونن، چون که او را داشتن مشکل تر است. این خیلی حالات ها هم میشود و بسیار وقت میشود که از همون بازی میبرایم، گفتن میخواهیم، حالا من گفتم مربی خود حس میکند همین چیزا، میگه تو با همین آدم بازی کن، مقصد نده که خوبتر میشه. بله، نده که اون بازی کند، خودت بازی نکن ولی نده که او بازی کند در میدان. حداقل اگر تو هم بازی رو برد نکردی نگذار که وای برد کند. من این لحظه میخواهم شما رو بیرون از مسابقه مناسبت شما رو با مربیتون در داخل گروه دانم. شما چگونه خصلت ها دارید؟ از کدام خصلت هایتون خودتون راضی هستید؟ از کدام هایش نه؟ تشکر زیاد. سوال مشکل فکر کردن در کار. همه با من میگوید که تو آرام طبیعت هستی. نمیدونم، شاید هستم شاید نیستم. بعضی میشود حالتایی که خود را داشته میتوانم، این زندگی از بعضی حالتایی میشود که خود را داشته نمیتوانی. نمیدونم، شاید اونها بسیارتر خود را داشتنی من رو فهمیده میگن تو آرام طبیعت هستی. و یک خصلتی با خودم پسند نیست، این کمی کینه‌گیر هستم. البته این حالت رو میخوام که از خود دور کنم. چندین مرتبه این حالت رو به خود گفتم که لازم نیست کینه گرفتن و کوشش میکنم، به نهایت کوشش میکنم که همین خصلت رو پرت کنم. اما نمیشود. میشود. شده ایستاده است. شده ایستاده است. همون لحظه که شما کینه گرفتید کی بود؟ چی حالت رخ داده بود؟ در داخل دسته بسیار میشود یکدیگر نفهمی. این گونه همه در همه جا در همه کار خود در زندگی به این یعنی به یک مناسبت ناخوب کردن یعنی کار پیش نمی رود. بله 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 درست. این گونه در همه جا هست و من همین قدر توانستم همین خصلت خود را پرداخته که آن را در بیرون میبینم، در یک جای دیگر میبینم، چنانی که است همانطور با اون سلام میکنم، احوال پرسی میکنم. تنها در آغوش گرفتن نمیتونم چون که نمیدونم. بله سلام میکنم، مناسبتم خوب است، نمیدونم. دیگر در آغوش گرفتن نمیتونم. یعنی تا حال همین خصلتتان هست؟ بله. شما بید آیدی همون لحظه ای که یک دیگر نفهمی شده از بین شما، آیدی همون گپ زنیم، چی میشود؟ چی شد؟ این در داخل بازی میشود حالتایی که پاسی نادرست میدهد یا که توپ منت میگیری، توپ میگیری، توپ رو به جانب شما نادرست حواله میدهد. بله، حالتایی میشود توپ میگیری پاس میدهی اون نمیدود، کوشش نمیکند، در اونجا به نهایت سخت میرسد چون که همون قدر قوت داری، تو صرف میکنی، تو کوشش کرده ایستاده ولی همین قدر مهنت و کوشش تو رو
از این جهت فهمیده می شود که او هم مونده شده است، ولی باید در دسته یکدیگر فهمی باشد که بله او مهنت کرد، من هم باید مهنت کنم همین حالت. از این رو نافهمی ها تنها در چنین حالت می شود. شده است حالتی که شما یگان از جانب شما یگان سخنی کمک دغلتر یا اینکه سخنی سختتر برآمده باشد و همان نفری که در گروه شما بازی میکند شما چگونه گفتید کاپیتان؟ بله کار کرده باشد. بله این گونه حالت ها بود. میدان رو تر نکرد البته. حالت هایی شد که من گپی بلند گفتم با همون مقصدی که او بازی کند با او سخت رسید. جدی تر. بله جدی گفتم. خیر بازی نکرد. الکی خواهی نخواهی او بازی نمیکند. میگویی نمیگویی بازی نمیکند. بعد خیر بعد که تنفس میشه بعد مربی میفهموند که در همین جا بازی نمیکنی بازی کن تا همین فوتبال این است که 90 دقیقه تو با میدان میبردی، همین 90 دقیقه بازی کن، بعد از بازی تو به زندگی خودت او به زندگی خودش میتونه که این مشکلی به نهایت حل شود. حتی اگر دشمن هم باشه در داخل دسته باید یک دسته باشه، 90 مینوت یکدیگر رو طاقت نمایی و بعد هر کس میتواند روی زندگی خود را انتخاب کند. 90 دقیقه شما اعضای گروه یک گروه بعد از آن ناشناس. بعد از آن هر کس به زندگی خود. شما شخصا خودتون از همون حالات برآمده نمیتونید، یعنی که همچون یک از سببی که تجربه زیاد دارید باز شما کاپیتانی دسته همچون یک پسیخولوگ شما حالت روحیه او رو فهمیده او رو از همون حالات خودتون برآورده نمیتونید، مربی میکند. چنان البته خیر ما با دخترها صحبت میکنیم چون این حالت ها میشود صحبت میکنیم به نهایت خوب است، همه چی خوب است، تنها درون بازی نمیدونم این فشار همون بازی باشد که این قدر یک نیروی بلند هست در آنجا که هیچ کس خود رو کنترل کردن نمیتونه، حمایه کردن نمیتواند از این حالت ها خود رو اداره کردن نمیتواند. بله میشود که اگر همون گپ خود رو در همون داخل میدان میزنه. این گونه حالت ها به نهایت زیاد است، عادت کردیم الکی. درست. آیا همین حالات هایی که در عموم در دسته ها می شوند در همه جای در همین فعالیت شما در رفت مسابقه شده است؟ با دیگر دستان؟ نه بین خودتون، البته بین خودتون جنگ. بله یگون هم یک دیگر نفهمی بین دسته شما بین هم گروهانتون شده است در یگون مسابقه رفته ایستاده است؟ بله. و شما چگونه از حالت میبرید؟ من همین این گونه حالت ها در داخل میدان میشد، نه تنها در تمام منطقه ها این حالت ها هست، ولی میبینیم همون کدام دختری که به نهایت قهر سخت دارد و اون مینگری و اون دیگرش میگوی برفتیم از این طرف بازی کن محمد کمک میکنم از آنه که با او یک نفهم داده گریف میکنید. بله سخنهایتون رو از همون مسابقه که شما شرکت ورزیده اید بودند لحظه هایی که شما به یگان طرز بازی کرده باشید که بعد از اتمام بازی از همون اصول استفاده برده هم پشیمان شده باشید، یا اینکه همون چقدر بگم همون دقت و همون جالبیتی که در عموما در فعالیت ورزشی شما هست، همون قابلیتی که شما دارید از همون کمتر استفاده برده باشید، راه گم زده باشید در رفت بازی؟ هر باری که من با بازی ها با مسابقه ها می رویم نمیدونم باره نمی شود که من از حریف خود ترسم، من این خیل کرده نمیتونم، این حالت ها یگان مرتبه به من نشده است. چی گویم احساس هست، همه ورزشگر احساس دارد و البته این تو برآمدن به همون میدان است، به همون میدان میبره الکی فکر و خیال به همون بازی می شود. بله چون این حالت شده بود که من یک اشتباه کردم تا حال از یاد خودم نمیبرد این اشتباهی کردم، ولی چی گویم این اشتباهی من آن اشتباهی که من کرده بودم البته این سبب به باختی که من در دسته ما نشده بود، ولی این یک اشتباهی بود که در خاطر من تا حال باقی ماند، چون این حالت بود که توپ از پای ما حمایتگری ما برآمده ایستاده بود. من کوشش کردم که همون توپ رو در میدان نگاه دارم، چون که از میدان باید دسته حریف ضربه کنجی بازی بکنم. من نمیخواستم که چون این حالت شد، میخواستم که همون توپ رو در میدان نگاه دارم و همین خیلی حالت شد که من توپ رو در میدان نگاه داشتم و حریف گل رو زد. این همون حالتی هست که هیچ خود رو بخشیدن نتوانستم. شما چی فکر دارید چگونه اشتباه از جانب شما رخ داد که همین حالت شد؟
این همین تنها فکر کردنی من بود که همین توپ از میدان بیرون نشود که اونها ضربه کنجی اجرا میکنن. گفتم من همین توپ رو در میدان نگاه داشتم و این بازی فوتزال بود. در میدان کلان وقتی جهش میکنی در زمین میافتی، در میدان فوتزال یعنی چی بگم در همون زمین لغزیده میروی. از این رو این همین سبب شد که من به نهایت از کاری کردگی خود پشیمان شدم، ولی پشیمانی ندارد شد. و از یک طرف این خوب است، اشتباه هم خوب است که یک چیزی نو می‌آموزی. به هر حال برای شما درس شد، دفعه دیگر این حالت را تکرار نمی‌کنید. سوال نوبتی من چنین است: با اندیشه شخصا شما کدام خصلت‌های شما را ورزشگری خوب کرد که شما را کاپیتانی کماندا گذاشتند؟ مرا برای کاپیتانی دسته گذاشتن راستی نمیدونم که چی سبب شد، مربیمون چی فکر کرد، راستی گپ این رو نمیدونم، ولی برای ورزشگری خوب شدن فکر میکنم تنها پرطاقتی من بود که من به همین نتیجه رسیدم. تنها صبر از جانب من، تنها صبر و حرکت کردن. البته صبر کنی یک جوشینی هیچ چیز نمیشود. صبر میکنی، حرکت میکنی، مهنت میکنی تا به یگان نتیجه رسی. یعنی کسی هم به شما نگفت که سبب اصلی چی بود؟ نه. با اندیشه شخصا شما چی؟ فکر میکنم این البته تمرین های زیاد و تاب آوردن به همون تمرین ها است که با یک موفقیت میرسی. این صبر کردن این معناش خودش همین است که به همون تمرین تو صبر میکنی. صبر به این معنی اینه که در اونجا چی میشود تو در اونجا شیشته صبر میکنی. نه، تنها همون حالت تمرین نمیشود که الکی به تو مشکل تو با خودت میگی که من تمام، من دیگر رگشتم، من دیگر قوت ندارم، ولی همین کارو میکنی. این تنها در معنی سر خودی آدم است که من نمیتوانم، ولی این تن است، این البته قوت دارد، حرکت کنی میتوانی. فقط در سر خود باید یک کلمه را جا کنی در ورزش که من میتوانم. نه تنها در ورزش، در همه ساحه. درست؟ بله. از خواهش همه چیز از چه شروع می شود؟ از فکر. از خواهش. از خواهش. بله. دستاوردهای شما چگونه که ما از یک صحیفه خوانده گذاشتیم، شما خودتون هم قید کردید نه تنها به حیث یک حمایتگر، همزمان به حیث یک نشانزن شما جایزه گرفته بودید. درست؟ بله. این کدام سال بود و احساس شما همون لحظه چگونه بوده؟ این سال گذشته بود، در لیگ عالی بانوان شرکت نمودیم و به نهایت خرسند بودم که دسته همون صدا به جای اول گشت. البته این همون تمرین هایی که ما خوب جدی تیاری دیده بودیم، ولی این یک خرسندی است که همون تیاری تو و برد آورده میرساند، چون که همون مهنت میکنی جایزه خود را میآورد. و خیلی چی گویم، این شاید این کمک همه دسته ما بود که من نشانزن بهترین رو سزاوار شدم. البته یک آدم خودش تنها در فوتبال در بازی دسته‌ای نمیتواند همه کار را کند. این کمک دسته است و من چی گویم به همه دختران تشکر میگویم، چون که یکدیگر را حرمت میکنند، بازی میکنند، هستند در همین رشته ورزشی فوتبال. و دیگر دخترانی که در دیگر دسته ها بودند، نمیدونم آنها حتی باوری دارن که من میتوانم. البته چی بگم، این با چشم هر یک آدم خود را دیدن البته این خوب است، چون که میفهمی که او نسبت تو چی فکر دارد. البته این خرسند است که نسبت تو یک فکر خوب دارند که تو همین کار رو میکنی. البته من نمیخوام که از باوری آنها هم برایم. البته در آینده در تیم ملی تاجیکستان که از همه منطقه ها ما یک دسته میشویم، به نهایت مناسبت خوب داریم با دیگر دسته ها. البته این با یک موفقیت آورده ما را میرسونه. من حتی نمیدونستم که من چنین جایزه را سزاوار میشوم. البته در سامانه های اینترنتی پخش میکردند که هر یک بازی که چند تا گل میزند بهترین بازیگر که میشود. نمیدونم همین وقتی دسته من غالب میبراید، هر یک باره که ما با دیگر دسته ها موفق میشویم این علاقه برای من باخت است، برد است، این یک مباری است. من حتی فکر نمیکنم که اونجا کی نشانزنی بهترین میشود، اونجا کی بازیگر بهترین میشود. این تنها
فکری من تنها همین موفقیت دستم هست و نمیدونم اونجا البته نمیدونم به نهایت خرسند شدم. البته خرسند شدم چون چونین در بین اینقدر دسته ها چونین قدردانی میکنن مهنتی تو رو، مهنتی همه دسته رو. البته از خوشحالی در کرته هم نمیگنجیدم و سزاواری مرا بازیگر بهترین انتخاب کردم. به نهایت خرسند برآمدم. حالا من به جای خود برنگشته باز نام مرا خوردن که نشانزن بهترین. نمیدونم این احساس رو حتی فهمونده نمیتوانم که چگونه احساس داشتم اونجا. اگر بال می برآوردید حتما پرواز شاید پریده میرفتم. سیاره بانو در حیات شخصیشان چگونه باشند بیرون از ورزش؟ من در عائله 2 تا دختر هستیم، 3 تا پسر هستیم. البته من بیشتر با پسرها مشغول هستم. مادرم وقت میگوید که من تنها 1 دختر داشتم، میگفتم او تنها هست، 1 دختر دیگر کنم تا به هر حال دختران گپ خود را میزنند با هم دوست شوند. و اپا هم فقط به من میگوید که تو با من هیچ دوست نشدی، چون که یگان مراتبه نمیشه که من با او شینم درد دل او را گوش کنم. همه وقت دل خود را دادم به همین ورزش که از هر تا بگه زندگی هم با ورزش مشغول می شود. و بسیارتر میخوام که در بری مادرم باشم. مادرم را به نهایت دوست میدارم و در عائله به نهایت خوب است. یکدیگر فهمی، برادرانم همه اونها ما رو میفهمند. یعنی مناسبت خوب داریم در عائله، یکدیگر فهمی خوب است و به نهایت جنهای زیادی دارم که همه اونها الکی میخوان که فوتبالیست شوند. شما رو دیده، موفقیت های شما رو دیده؟ بله. به همین رویه پیوستن میخواهند. شما هم چو یک بانو در خانه چگونه هستید؟ آیا آزاده کار و باری خانه میبرید؟ بله خیلی میشه و حالتایی که در خانه باشم با مادر کمک میرسونم. شما گفتید بله، یعنی که خوب نه؟ چی بگم، من بسیار وقت در خانه نیستم چون که میبرایم کار بعد کار تمرین به خانه دیر میروم. شاید روزهای شنبه یا اینکه یک شنبه در خانه باشم کمک میرسونم. نه همه وقت در خانه هستم که توانم با مادر کمک رسونم. خیر مادرم در خانه هستند او را کمک میرسونم. بله. شما آزاده کدام کاری خانه بیشتر به خوبی برآمده میتوانید؟ همه کار رو میتوانم و تنها گفتن نمیتوانم که من خوراک پختن میتوانم. خوراک پختن نمیتوانم. یگان مرتبه نپختم. 1 مرتبه شده بود مادرم گفت که کارتوشکا بیلیون کن. البته برای خودم، اونها خودشون خورده بودن گفتن کارتوشکا بیلیون کن خود و من کارتوشکا رو یعنی موندم. آمدم فوتبال شیشتم رفتم سوخت هستم. بعد همون مادر الکی نمیگوید که تو یگان خوراک آماده کن. فقط میگم با فوتبال رفت. سیاره با فوتبال رفت. آیا شده است لحظه هایی که چگونه که شما گفتید کارتوشکا رو ماندید آمدید هوشتان با فوتبال شد سوخت؟ دیگر یگان چیز رو نسوزاندید؟ نه دیگر هیچ چیز آماده نکردم. فعالیت اصلی شما بیرون از ورزش کدام است؟ من حالا همچون مربی کار فعالیت میکنم. البته گفتن نمیتونم که این بیرون در ورزش است چون که در داخل است. بله این شغلی که من انتخاب کردم این هم در داخل ورزش است. همچون مربی تا 17 سالها کار فعالیت میکنم و چی گویم البته همون شوق زیاد است که نمیتوانم از همین ورزش دور شوم چون که دیپلمی همچون مربیگی به دست آوردم. از این رو در این ساحه کار کرده ایستادم و میخواهم که در آینده بانوان یک بازی به نهایت خوب را به دست آورن چون که میخوام یا همه وقت پرچمبردار کشور خویش باشن. بگذار تمام دولت ها دانند که در تاجیکستان بانوان دختران تاجیک هستند و هنگامی که با آنها بازی میکنی حتی در دل آنها ترس باشد که بله ما با تاجیکستان بازی میکنیم، آنها به نهایت خوب بازی میکنن. این لحظه من میخواستم دانم آید به نقشه های شما برای آینده چگونه مسابقه ها شما رو انتظار هستند و بعد از 5 یا 10 سال شما خود را کی دیدن میخواهید به حیث کی؟ حالا ما را لیگ عالی بانوان در پیش است. البته تمرین کرده ایستادیم که در این مسابقه خوب برآمد نماییم و
میگویند که مسابقه می شود مسابقه آسیا ولی نمیدونم که او کی هست الکی میدونیم که می شود و کم کم شروع کرده شدیم آمادگی برای آن هم و در آینده میخواستم که مربی خوب بشوم که شاگردان من توانند که نه تنها در داخل کشور یگانه آرزوام همین است که بیرون از کشور مقام بلند رو بردارن مقام بلند رو سزاوار شوند نامبردار کشور خویش شوند دوستی و رفاقت با تمام دولت های جمهوری بیرون از کشور داشته باشند البته این موفقیت مردمی همه تاجیکستان و ورزش تاجیکستان میباشد. تشکر زیاد سایورا بانو از سببی که شما زیاد درباره فوتبال معلومات ها دادید با من خیلی زیاد معقول شد شوقم زیاد شد و من خیلی خواهش زیاد دارم که با شما یعنی با چشم خود شما رو در میدان ببینم. باشد میرویم. خب با میدان میرویم. باشه. سایورا بانو همچو یک فوتبال باز دختری موفق شما به نفری که نو شروع کردن میخواهند و به این نمود ورزش پیوستن میخواهند چی گفتنی دارید و چی مصلحت ها داده میتوانید؟ تشکر زیاد به نهایت سوالی با منطق و من با کل دختران تاجیک گفتنی هستم که بیاین با تمرین مشغول شوین با هم با فوتبال مشغول شویم ورزش فوتبال اونقدر ورزش دشوار نیست البته برای آموختن این کسب هر یک بانوی تاجیک میتواند که فوتبال خوب بیاموزد البته برای هر یک ورزشگر در فوتبال این داشتن توپ هوا دادن توپ میباشد من با شما واضح میفهمونم و هر اون کسی که به تمرین میآید و البته برای او پاس با بری پای و درست پاس دادن برای قبول کردن هم با بری پای توپ رو قبول میکنی کم پیش این گونه من نمیکنی که توپ رو الکی گم کنی کم پیش من میکنی که توپ در نزد خود دست دیده ایستاده و سرت رو میبرداری باز با بری پای پاس میدی بینندگان گرامی فکر میکنم که کمی هم باشد از برنامه ما بهره بردید و اینجا برنامه ما به انجام میرسد خیر تا صحبت های دیگر.